خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی وصال حق. ناگفته تاریخ صفوی ها بخش دیگری هست امروز که برای شما بازگو میکنیم. در برنامه قبل اگر به خاطر داشته باشید به شما گفتم پایان کار شاه اسماعیل صفوی رو و گفتم که بعد از شکست در جنگ چالدران دیگه کمر راست نکرد و به عیاشی پرداخت تا در سن 36 سالگی از دنیا رفت. جنگ چالدران هرچند که این مرد وحشی رو رام کرد و دیگه نتونست کمر راست کنه و از این لحاظ جنگ مبارکی بود برای مسلمان های دنیا، از لحاظ دیگه هم خیلی مبارک بود. و اون چی بود؟ و اون اینکه جنگ چالدران باعث شد که امیرنشین بگیم یا کشور عثمانی بگیم، یک کشوری که خیلی بزرگ هم نبود، شروع کرد به گسترش سرزمین های خود و ابرقدرت شد و پادشاهی عثمانی تبدیل شد به خلافت عثمانی. یعنی بعد از سقوط خلافت بنی عباسیان دیگه اسلام خلافتی نداشت، کشورهای کوچیک درست شده بود. اما جنگ چالدران باعث شد که سلطان سلیم عثمانی به فکر این بیفته که خلافت رو احیا کنه و این خلافت تا 90 سال پیش بود. 90 سال پیش به دست آتاتورک بعد از جنگ جهانی اول به دست انگلیس ها و آتاتورک و کشورهای غربی از بین رفت. پس ببینید اصلا علت به وجود آمدن خلافت هم فقط خود سلطان سلیم نبود. میشه گفت که از پیامدهای پادشاهی شاه اسماعیل بود. یعنی پیدا شدن صفوی ها اگر برای ایرانی ها سراسر شوم و بدبختی بود، برای جهان اسلام فواید داشت. از جمله همین احیای خلافت بود و از جمله نهضت محمد بن عبدالوهاب بود. اون هم عکس العملی بود، هرچند که 2 قرن بعد 3 قرن بعد پیدا شد، اما عکس العملی بود از 2.5 قرن بعد، عکس العملی بود از عمل وحشیانه صفوی ها و کارهایی که اونا کرده بودن. اما سلطان سلیم چه سودی برد از کارهای شاه اسماعیل بعد از شکست دادنش؟ این است که علماهای اهل سنت یک دفعه از خواب بیدار شدن و گفتم به شما که باورشون نمیومد که یک نفر بیاد و اینها شاه اسماعیل رو دجال فکر کردن که دجال عصر اومده، چرا که خودش امام زمان هم میگفت که شاه اسماعیل خودش رو امام زمان میگفت. یعنی همون کارهایی که در احادیث صفوی اومده، که احادیث شیعه متاسفانه اومده که امام زمان انجام خواهد داد، این انجام میداد دیگه. خونریزی بسیار عظیم، حتی تا اون حد که میگه تو احادیث شیعه میاد که اونقدر امام زمان میکشه که مردم میگن این از آل محمد نیست. اگر می بود اینقدر بیرحم نمی بود.
خودشون از اول به اصطلاح تصفیه حساب کردن. یا نبش قبور از کارهایی بود، کارهایی است که شیعه نسبت میده به امام زمانش که خواهد کرد. و اگر شاه اسماعیل پاش میرسید به مکه و مدینه چنین کار رو میکرد، فرصت پیدا نکرد. بین شاه اسماعیل و مکه و مدینه یک صحرای عظیمه. شما میدونید که قدیم ها مثل حالا نبود که در 2 روز 3 روز انسان به مقصد برسه. یک لشکر که با اسب و با به اصطلاح با دستگاه حرکت میکرد، دم دستگاه این در راه غذا میخواست. در صحرای بی آب و علف نه آب بود و نه غذا بود. برای همین عربستان همیشه محفوظ بود، حتی از حمله چنگیز هم محفوظ موند، از حمله تیمور هم محفوظ موند و از حمله شاه اسماعیل صفوی هم محفوظ موند. اما اگر به اونجا پاش میرسید وای به حال مکه و مدینه بود. سلطان سلیم اولین سودی که برد اینه که همسایه غربی ایران، همسایه غربی شاه اسماعیل، هنوز بغداد دست شاه اسماعیل یادتون باشه، تارود فرات مرز ایرانه، حکومت ممالک مصر بود. حکومت ممالک مصر شام را هم داشت و چند تعمیرنشینای کوچیک بودن، اما اکثر این مناطق در دست مصر بود. حتی مکه و مدینه هم در دست مصر بود. شریف مکه فرمان از حاکم مصر می گرفت. در این زمانی که شاه اسماعیل در ایران حکومت میکرد و سلطان سلیم در ترکیه امروزی حکومت میکرد، اشرف غوری هم در چیز حکومت میکرد، در مصر. روابط شاه اسماعیل و اشرف غوری خوب بود، پادشاه ممالک، و همین باعث شد که علما ازشون متنفر بشن. گفتم علما حالا حساس شده بودن بعد از خرابی قبر بزرگانشون تو بغداد و کارهایی که تو هرات و شهرهای دیگه کرده بودن و شهرهای اصل شهرهای اسلام اون وقت شیراز و اصفهان و تبریز و عرضم به حضور شما مرو و هرات بود. همه اینجا رو شهرهای مهم اسلام بود شاه اسماعیل خراب کرده بود و مردمی که فرار میکردن. حالا فکر کنید که من از ایران فرار کردم، معلومه که من از حکومت ایران خوب نمیگم دیگه. و فراری ها هم اکثرا آدمای عالمی بودن. و وقتی که یک عالم از یک شهر فرار میکنه میره پیش یک عالم دیگه تو شهر دیگه، به اونها گفتن که آقا این دجال اومده. و عالما عموما طرفدار کسی بودن که این رو متوقف کرد. یعنی طرفدار کی؟ یعنی طرفدار سلطان سلیم. و دشمن کسی بودن که با شاه اسماعیل یا جنگ نمیکرد یا متحد میشد. و کما اینکه در طرف شرق ظهیرالدین بابر به همین سرنوشت دچار شد، مردم ازش متنفر شدن و رفت دور دست، رفت هندوستان که خیلی دور بود. و پادشاه مصر هم مورد تنفر مردم شد. و سلطان سلیم هم متوجه شد که اگر سرزمین رو خودش رو قوی نکنه نمیتونه در مقابل اینجور بلاها بایسته، چون یک طرف اروپاست یک طرف ایرانه. از یاد نبرید که سلطان سلیم اصلا به طور طبیعی پادشاهان عثمانی با اروپایی‌ها در جنگ بودن، قسطنطنیه رو گرفته بودن، زلزله درست شده بود. مثل که واشنگتن ما امروز بگیریم، قسطنطنیه پایتخت روم شرقی بود، پایتخت پروتستانا بود، پایتخت معذرت میخوام ارتدوکسا، و این 1000 سال سقوط نکرده بود. پدر بزرگ سلطان سلیم اونجا رو سقوط داده بود و اروپا هم از خواب بیدار شده بود که باید جلوی مسلمان‌ها رو بگیریم. از این ور اینا پیدا شده بودن، صفوی‌ها. و سلطان سلیم در چاره رو در این دید که با سلطان ممالک جنگ کنه. منتها جنگ با مسلمان‌ها رو مردم عثمانی دوست نداشتن. باز علما به کمک سلطان سلیم اومدن و فتوا دادن که جنگ سلطان سلیم جهاده و سلطان سلیم پادشاه مسلمان است. و همین باعث شد که باز گروه بزرگی از افراد مذهبی، داوطلبای مذهبی تو جنگ‌ها خیلی کار میکنن، همراه سلطان سلیم راه بیفتن و حمله کردن به آقای اشرف غوری و ایشون رو در جنگ. البته از این معلوم میشه که مردم مصر هم دوست نداشتن این پادشاه رو، چرا که طرف شرق، طرف میمنه سپاهش تسلیم شد و سقوط کرد و این برگشت و فرار کرد، اومد توی شام و در نماز صبح سکته کرد از غم این مشکلاتی که داشت و حکومت سقوط کرد. و سلطان سلیم به راحتی، نه به راحتی، ممالک خیلی جنگی هم بودن، تونست بالاخره قاهره، اسکندریه همه جا رو بگیره. نشون به اون نشونی که پادشاه مصر اونقدر محبوب نبود، شریف بزرگ مکه و مدینه که کلیددار مکه و مدینه بود اومدن پیش سلطان سلیم و مکه و مدینه رو هم تسلیم کردن که این مهر مکه، این مهر مدینه، این پرده کعبه، به اصطلاح چیزایی که بود دیگه که نشان کلید، چیز نشانهایی که بود که اینا مقدس بودن توی مکه و مدینه، آورد برای سلطان سلیم، گفت که ما شما رو به رسمیت میشناسیم. سلطان سلیم همونا رو ابقا کرد و مکه و مدینه هم افتاد به دست پادشاهان عثمانی و در دست اینها بود تا
که آل سعود از دستشون گرفت. خود به خود با گرفتن مکه و مدینه و قدس سلطان سلیم شد خلیفه. اما سلطان سلیم یه شانس دیگه هم آورد. وقتی که مغول ها بغداد رو سقوط دادند و خلیفه عباسی رو کشتن، آخرین خلیفه عباسی رو، یکی از این آل عباس از خاندان عباسی ها فرار کرد، رفت مصر. پادشاه مصر بهش پناه داد و اسمش گذاشت، از ایوبی ها بودن، خاندان صلاح الدین، اسمش گذاشت حاکم به امر الله، ولیکن به اصطلاح یک عروسکی بود به نام خلیفه بود تو بغداد، ولی کاری نداشت و مشروعیت پادشاهان مصر هم از این بود. وقتی که سلطان سلیم وارد مصر شد، هنوز از این خاندان بعد از 300 سالی که حکومت نمیکرد، یعنی به همون اسم بود، به صورت به اصطلاح مجسمه‌ای بود، اسمش بود المتوکل علی الله. سلطان سلیم اینو با خودش آورد به استانبول و در اونجا ازش خواست که مهر خلافت و اون چیزایی که عباسی‌ها داشتن نشانه خلافت رو، شمشیر حضرت عمر پیشون بود، گفت اینا رو به من بده و طبعا مجبور شد بده، داد و گفت که خلافتم به من بده رسما. متوکل علی الله دیگه کاری نمیتونست بکنه، کاری هم نبود، یک نفر آدم بود و داد براش و شد سلطان سلیم خلیفه، اولین خلیفه عثمانی و خلافت احیا شد. پس فایده‌ای بود صفوی‌ها و خلافت احیا شد، بعد همه جا رو گرفت. حالا شما نقشه رو که بهتون نشون میدن دوستان میبینید که تو این نقشه فقط مرز ایران جلوش هست، بقیه تمام جهان اسلامی رو گرفته، یمن گرفته، مکه، مدینه، شمال اروپا، مصر، سودان، هر جایی که آباد بود ایشون گرفت و تا اروپا هم خیلی پیش رفته بود و اومد به بغداد هم حمله کرد. البته به بغداد حمله نکرد چون که در اونجا مشغول بود. آخر عمر تصمیم گرفت که اینا همه در جلوی چشم شاه اسماعیل، حالا شاه اسماعیل زنده است، سال 923 مصر رو گرفته و سال 920 هجری دارم صحبت میکنم، چالدران اتفاق افتاد، یعنی 3 سال بعد، و شاه اسماعیل دیگه کم بیش میشنوه و دق میکنه. روز به روز سلطان سلیم قدرتمندتر میشه و شاه اسماعیل فقط به ترسش اضافه میشه. و سلطان سلیم آدم هم نبوده، فکر قصد نداشته که شاه اسماعیل ول کنه، چرا که زنش هم با خودش برده بوده و دشمنی رو دیگه با این به حد نهایت رسونده بوده و تصمیم داشت که ازش انتقام بگیره به خاطر کاری که با قبر امام ابو حنیفه و با دیگه بزرگان اسلام کرده بود و دیگه به جنایتایی که کرده بود. منتها مرگ به سلطان سلیم مهلت نداد که به ایران حمله کنه دوباره و مرد. به جایش پسرش سلیمان قانونی حکومت رو گرفت. سلیمان قانونی هم مثل پدرش لایق بود و همزمان بود حکومت او با حکومت شاه طهماسب، یعنی شاه سلطان حالا دیگه صفوی دیگه مرده دیگه، آقای شاه اسماعیل، شاه طهماسب پسرش حالا به حکومت رسیده. حالا ما چرا قصه سلطان سلیم رو گفتیم در حالی که قصه ما داستان صفوی است؟ برای اینکه خواستیم به شما بگیم که فایده داشته، فایده‌ای که صفوی‌ها به طور غیر مستقیم به اسلام رسوندن. حالا برگردیم به شاه طهماسب. شاه طهماسب وقتی که پادشاهی گرفت، ایشون 54 سال پادشاهی کرد، در حالی که وقتی پادشاه شد 9 ساله بود. طبعا یه پادشاه 9 ساله بازیچه دست امراست و اونها با هم جنگ‌های داخلی زیادی کردن بر سر تقسیم غنایم، جنگ‌های زیادی. حالا موقع مهم نیست که هر کدومشون پیروز میشد، برای ما فرقی نمیکرد، همشون جنایتکار بودن و یکیشون پیروز شد. ولی از کارهای مهمی که این مرد کرد این است که محقق کرکی رو، همون آدمی رو که دفعه قبل شما گفتم سجده رو بر مهر و قبله، سجده بر مهر و سجده بر پادشاهان و عوض کرد قبله رو و خیلی چیزای دیگر رو تو دین اسلام وارد کرد، رو این دعوت کرد به ایران به عنوان اولین ولی فقیه. ایشون حکومت به دست گرفت و همین مدارس حوزه‌های علمی که می‌بینید امروز از زمان شاه طهماسب برای ما مونده، قبل از اون نبوده. اینها رو این با هم محقق کرکی رو آوردن و اینم دیگه رفقای خودش تو ایران که یک شیعه نبود، همه از لبنان و بحرین و مناطق شرقی عربستان و اکثرا از لبنان، جبل عامل لبنان و عراق آوردن. در همین گیر و بیر سلیمان قانونی به بغداد حمله کرد، بغداد هم تسلیم شد، چرا که مردم دیگه همین سلطنت اینا رو دوست نداشتن. هر کسی که میومد اینا تسلیم میشدن، در حالی که بغدادی‌ها شیعه هم داشتن، اما هم شیعه دیدن که بابا ما از همون سنی‌ها حکومت بهشون کنه بهتر است از این شاه وحشی، شاه طهماسب و قزلباشا. لذا بغداد گرفتم، تمام اطراف هم تسلیم شد و عراق افتاد به دست عثمانی‌ها در زمان شاه طهماسب. شاه طهماسب نتونست کاری بکنه. شاه طهماسب اصلا
فکر جنگ رو کنار گذاشت، ترسید دیگه از قدرت عظیم عثمانی‌ها. و عثمانی‌ها حتی چند بار اومدن تبریز گرفتن، اما کاری که اینا می‌کردن فقط جاده‌ها رو می‌سوزوندن، همین تمام زمین جلوی سربازان عثمانی رو می‌سوزوندن که اینا علف نداشته باشن، نتونن جلو بیان، چون که رحم نداشتن به ملت ما، که رحم نداشتن، مرد جنگ هم نبودن. و عثمانی‌ها چیزی که مانع می‌شد تا بتونن جلو بیان این است که وقتی که جلو می‌اومدن همه جا سوخته بود، علفی نبود، آبی نبود، چاه‌ها رو پر می‌کردن، چشمه‌ها رو خراب می‌کردن. طبعا یک لشکر مثل که عربستان کسی نمیتونه فتح کنه در با امکانات اون زمان، وقتی زمین جلوی سوخته باشه نمیتونی فتحش کنی. همینطور به همین دلیل هم صفوی‌ها نتونستن سیستان و بلوچستان رو فتح کنن، چون که زمین بی آب و علف بود. اسب‌ها و قاطرها و سربازا به آب و غذا احتیاج دارن و سفر یک روزه دو روزه نیست. اگر تو وسط رو همه از بین بری، تمام چیزا رو شاه طهماسپ چیز جنگیش این بود که میسوزون، دلش که برای دهاتی‌ها نمیسوخت، دهات‌ها رو از بین میبرد. و به شما گفتم جمعیت ایران در حال کم شدن بود به خاطر جنایت‌هایی که اینها انجام دادن. از دوستان اتاق فرمان میخوام که یک میان برنامه رو نشون بدن تا بنده باقی عرایض رو خدمت شما بگم. الله اکبر، الله سال هفت دریچه‌ای برای شناخت بیشتر این رساله. با سلام دوباره به شما بینندگان عزیز. گفتم شاه طهماسپ در مقابل عثمانی‌ها از سیاست زمین سوخته استفاده می‌کرد ولی این باعث شد که تا اونجایی که اونا تونستن جلو اومدن. و گفتم شاه سلطان سلیم دیگه، شاه سلیمان قانونی مشکلاتی تو اروپا هم داشت و دیگه زیاد اهمیت به این دولتی که روز به روز قدرتش کمتر میشد نمیداد. ولی از اون طرف در مرز شرقی برادرزاده‌های شیبک خان که شاه اسماعیل پوستشو کنده بود و خورده بود هنوز بودند و دائم حمله میکردن و بارها مناطق تحت تصرف شاه اسماعیل رو، شاه طهماسپ رو تصرف میکردن. به مشهد رسیدن، تا گرگان رسیدن، هرات و مرو رو گرفتن. بلخ بالاخره از دست دولت صفوی جدا کردن، ولیکن هرات و مشهد و مرو و گرگان بارها دست به دست گشت و اونجا دیگه نمیتونستن از سیاست زمین سوخته استفاده کنن، چرا که اون طرف ها سبزتر بود و یا راه ملا زیادتر بود و مناطق مثل مناطق غربی کوهستانی نبود به اون درجه‌ای که راهایی داشت که از راه زمینی میتونستن بیان، از راه هموارتر. ولیکن این را باید اضافه کنیم که پادشاهی عبیدالله خان ازبک ها مثل پادشاهی عثمانی ها یک پادشاهی بزرگ نبود دیگه و اونقدر متبر نبودن مثل اینا، یک ارتش خیلی منظم هم داشتن اما بالاخره آدمایی نبودن مثل اروپا. اینا چون به هر حال یک دولت بزرگتری بودن و حالا خلافت شده بود، اگر که ایران در بین راه نمی بود، همین افغانستان و پاکستان امروزی و هندوستان هم به این خلافت اضافه می شد. منتها ایران در وسط بود و راه دیگه ای نبود، چون که ایران راه شرق و غرب اسلام رو، یک بدبختی که شیعه برای ما به وجود آوردن، شرق و غرب اسلام رو از وسط نصف کردن، چون که بالای ایران بحر خزر، پایین ایران خلیج فارسه و اون طرف دیگه عربستان راه عبور نداشت و بالای بحر خزر هم زمینای یخبندان راه عبور نداره. یعنی راه تنگه زمینی بین غرب و شرق آسیا همین ایران بود که به دست از خزر تا خلیج به دست صفوی‌ها بود. به هر حال جنگ‌های غربی کشور به اون شد که مرزهای کشور صفوی تا اون طرف هرات بود، و مقداری از ترکمنستان و این طرف‌ها در دست اینا بود. از جمله اقداماتی که شاه طهماسپ صفوی انجام داد دیگه در این 50 و چند سالی که حکومت کرد، با همون کارهایی که پدرش انجام میداد ایشون هم انجام میداد. لواط و شراب چون که اینا دینشون بود دیگه.
و میگم که علمای صفوی که اومده بودن البته کم کم داشتن راه خودش رو از پادشاه، علمایی که از جبل عامل اومده بودن کم کم داشتن راه خودش رو از صوفیا جدا میکردن. اینا صوفیا بودن، اونا میخواستن شریعت باز بیارن، یه چیزی میخواستن بیارن تا بتونن حکومت کنن، تا بتونن به اصطلاح دم دستگاهی داشته باشن. کتابی نبود دیگه، کتابی هم نداشتن. حالا ما قصه علما رو امروز نمیگیم، اما عموما بگیم که صوفی ها در مذهبشون شراب و لواط حلال بود دیگه، زنا به تبع حلال بود. لذا شاید طهماسپ هم در این 54 سال به همون غلط‌های مشغول بود که پدرش مشغول بود و دیگر چیا. ولی دیگه از جمله کارهایی که کرد، فقط کارهای اساسی که در این 54 سال کرد، یکی همونه که ایران رو سوزان تا عثمانی‌ها پیش نیان، یکی این که قدرت داد به علمای شیعه جبل عامل لبنان که تا حالا هم دارن به ما حکومت میکنن. اون قدرت که بنا داد باز تبدیل به قدرت معنوی شد و تا امروز هم که حالا دولت خودشون است، یعنی دولت صفوی ها که دعوت کرده بود از علمای لبنان، حالا همون علمای لبنان دارن بر ما حکومت میکنن امروز ما و شما که زنده هستیم. دیگه ولایت فقیه ایجاد کرد، یعنی به رسمیت شناخت. های محقق کرکی رو که آورد این ولی فقیه شد و تا امروز ما ولی فقیه داریم. حالا اگه خمینی این اسم رو آورده قبل از اینم بود دیگه، مرجع تقلید یعنی ولی فقیه. دیگه ارتش دائمی درست کرد، شاید که تنها کار خوبش همین بود که یک ارتش دائمی درست کرد که جیره و مواجب داشت. تا اون وقت قبایل بودن، ولی حالا دیگه بالاخره یک دولتی بود، کشور بزرگی بود در دستش، مجبور شدن که یک ارتش منظم داشته باشه. یک کار علمی هم که کرد این است که رصدخانه رو درست کرد در آذربایجان، رصدخانه که ستاره ها رو بررسی کنه. اما این کارو برای چی کرد خبر دارید؟ برای اینکه پیشگویی آینده رو بکنه، یعنی برای جادوگری درست کرد. و به نظر میاد که در این 71 سالی که این پدر و پسر شاه اسماعیل و شاه طهماسپ بر ایران حکومت کردن، بالاخره 3 نسل عوض شد دیگه. در هر 33 سال یک نسلی میره، یک نسل جدید میاد، متولد میشه دیگه. نسل‌های جدید هم است که خرافی بیشتر شده بودن، هرچند که ایران قبل از صفوی هم تعریفی نداشت، به دست صوفیا بود. و شاه طهماسپ یکی از اقداماتش این بود که تقویمی که برای آینده چاپ میشد، یعنی تقویم بود که حوادث آینده رو پیش بینی میکرد توسط همین رصدخانه، جادوگری و کاهنی و اصطلاح سحر، پیشگویی آینده. اون به طور مجانی در اختیار مردم قرار میداد. قبل از این مردم می‌خریدن. شاه طهماسپ اومد این کار به قول خودش خداپسندانه رو کرد که این رو مفت میداد که بدونم فردا چی میشه. میخوام بگم که چقدر کشور ما در حال سقوط بوده. پیشگویی‌هایی که حالا در مجلات هم شما میبینید که هفته آینده چطور میشه، چگونه میگذره. دیگه در بعضی وقت‌ها این شاه طهماسپ مذهبی میشد. در یکی از این وقت مذهبی شدنش دستور داد که تمام درخت‌های انگور رو در بیارن از ریشه که دیگه کسی شراب نسازه، در حالی که خود شرابخور قهاری بود. و یعنی این تاثیر علمای جبل عامل لبنان بود که میخواستن. حالا اونا چرا میخواستن؟ در مذهب اونا هم حلال بود، منتها اونا حالا فهمیده بودن دیگه، عالم بودن دیگه، بالاخره اگه شیعه هم بودن علمی داشتن که علمای این که داره روز به روز سنی ها تقویت میشه و بزرگتر میشه به خاطر علماست. و علما اینا رو کافر گفتن. اینا سعی میکردن حالا کارهایی بکنن، تقیه که قانونشونه، کارهایی بکنن تا مسلمان های دنیا اینا رو کافر نگن. لذا از زنا به همون متعه بسنده کردن، از لواط به لواط صغرا بسنده کردن، حالا باز نمی کنیم مسئله رو، از مسکرات به همین چرس و به تریاک و بنگ و این چیزا تو وقتشون آزاد بود، اینا رو حرام نمیدونستن. حالا میبینی که علمای درجه یک آیت الله خویی سیگار میکشه. و دیگه سعی کردن بگن آقا ما مسلمان هستیم، ما متشرع هستیم، نمیدونم ما تغییر آوردن تا مردم دنیا به اینا نگن شما کافر هستید و زن و بچه‌ها اینا رو حلال ندونن و حمله نکنن. چرا گفتم که حکم کفر اینا صادر بود. حالا اینا میدونستن که اگر حکم کفر اینا صادر باشه اینا دیگه روز خوب رو نخواهند دید. و یک علتی که مذهب شیعه میتونه ادامه بده، مثل مذاهب بالاخره مذاهب باطنی تو دنیا زیاده، نمیتونه ادامه بده. مذهب شیعه این است که کوشش میکنه در مرزهایی که اسلام تعیین کرده بمونه، بیرون نره. نمیدونم مثلا قرآن نمیگه، با اینکه معتقد هستن که قرآن تعریف شده، اما جلوی ما بشینن همین قرآن رو میخونن و همین قرآن رو قبول دارن، تو خونه‌هاشون هم همین است، اما تو کتبشون هست که امام زمان میاد و حرفای میزنن، اما کاری نمیکنن که ما اینها رو کافر بگیم. این از زمان همین محقق کرکی شروع شد که عقاید دیگه خود رو یا کنار گذاشتن یا پنهان کردن. اما وضعیت سنی‌ها در زمان شاه طهماسپ همونقدر بد بود که در زمان شاه اسماعیل. اما دیگه حالا سنی‌ها دیگه مقاومت خود از دست داده بودن، یا فرار کرده بودن یا شیعه شده بودن،
یا شیعه شده بودن یا فرار کرده بودن و دیگه شیعه نمونده بود تا مثل سنی نمونده بود تا مثل پدرش این قتل عام کنه. منتها هر جایی که دست اینا خارج میشد، مثل هرات که خارج شد یا بغداد که خارج شد یا عراق که خارج شد یا کردستان که خارج شد، اون قسمتی که در دست اینا بود، دوباره مردم به مذهب پدری خود برگشتن، دوباره سنی شدن. و مرزهای ایران هم که اینا کنترل نداشتن باز به دست سنی افتاد. چون اینا خود دلیل است که اینها به زور مردم ایران شیعه کردن. برای همین است که شما می‌بینید در نوار مرزی کشور ما همه جا سنی‌ها زندگی می‌کنن. چرا؟ کنترل اینا اونجا کمتر بود. مثلا اگه به فارس حمله کردن مردم رفتن در دوردستا، حالا اونا زاد و ولد کردن. شما می‌بینید بندر لنگه و دیگه جاهای دیگه کشور ما شیعه‌ها زیادن، قشم و جاهایی که سنی‌ها زیادن، جاهایی که دور از دسترس شیعه بود، پادشاهی صفوی بود، مردم دوباره به دین اجدادی خود برمیگشتن. حالا من نکته دیگه‌ای که دوست دارم اینجا بگم این است که گفته بودم دفعه قبل که صفوی‌ها باعث شدن که ایران کمرش بشکنه و تمام آدمای فهمیده از کشور ما رفتن. این امروز هم تکرار شده. اگه شما ببینید امروز هم اگه شما نگاه کنید، یک دولتی که نداره، پول نداره دیگه، دولتی که واقعا یک دولت فقیره، اعلام میکنه رئیس جمهورش که آقا من پول میدم شماها بچه دنیا بیاری. اعلان بزرگی بود اگه شما توجه کنید. گفت که من 1 میلیون تومان میدم هر کسی که یک بچه دنیا بیاره، تا 20 سال بشه به 20 میلیون میرسونم. این دلیل بر این است که جمعیت ایران خالی شده. و چطور خالی شده؟ از سیاست غلط اینها. ملت ایران وقتی به سن جوانی میرسه فرار میکنه، مرداش کم از کم فرار میکنه، زناش هم که میمونه بیچاره‌ها عروسی نمیکنه تا زاد و ولد کنن. لذا در تمام کشور اسلامی که جمعیت در حال زیادتر شدنه، در ایران حالت به اینجا رسیده. تنها کشوری است اگه نگاه کنید در کشورهای شرقی که دولتش حاضر شده پول بده برای بچه دار شدن مردم. کشورهای دیگه خودم میکشه که مردم زیاد نشن. این دلیل بر چیست؟ دلیل بر فرار ایرانی است. هر وقت این دولت شیعه، دولت صفوی، دولت که امروز هم هست از دولت صفوی است، بلکه این مغز و استخوان صفوی است. اینجور دولت‌ها به ما حکومت کردن، ملت ما فرار کرده، از کشور رفته. به جمعیت ایران دچار نقص شده. اینا حالا به شما اصل قضیه رو نمیگن، گرنه این با این وضع اقتصادی که ندارن چرا باید پول بدن که مردم بچه دنیا بیارن؟ در حالی که 20 سال پیش خودشون میکشتن که مردم بچه دنیا نیارن. بچه چهارم رو در 20 سال این تاریخ که بچه چهارم رو منع کرده بودن که ما به شما امکانات دولتی نمیدیم، بیمه نمیدیم، باید خودتون بچه‌هاتون رو بزرگ کنید. اما حالا میگن پول میدیم که شما بچه دنیا بیارید. دلیل بر این است که این حکومت ویرانی میاره. هر وقت که اومده این که جلوی چشم ما و شماست. آیا احمدی نژاد نگفت که من پول میدم؟ قانون نیاورد. هر وقت که اینجور دولت ها اومدن، ملت از اینا متنفر شده، فراری شده و بدبختی دامنگیر ما شده. این همین قضیه در زمان صفوی‌ها هم شد. حالا یک نکته دیگر میگم و برنامه رو تموم میکنم. نکته‌ای که البته زیاد کوتاه هم نیست. نکته این است که اینها که اومدن این چیز دیگه هم با خودشون بیارن. با اینکه ظاهرا حکومت دینی هستن، ظاهرا به نام خدا میان، ظاهرا به نام دین میان، ظاهرا به نام اسلام ناب محمدی میان، اما فاسدترین حکومت ها هستن. شما ببینید در ایران خود ما اخلاق چقدر سقوط کرده. باور کسی نمیاد که در 33 سال، در 30 سال، من که 20 چند سال است از ایران بیرون اومدم، 27 سال میشه، شاید 26 سال و کم و بیش، سال 63 بود، الان 91، ولی 28 سال میشه. وقتی که من یکی از افراد فامیل خودم رو، فرزند خودم که بزرگ شد به ایران فرستادم، خودم که نرفتم، برگشت برای من که تعریف کرد، من تصوری دیگه از ایران پیدا کردم که ابدا در دوره ما نبود. به طور کامل اخلاق سقوط کرده. بعضی مردم حتی قبله هم نمیشناسن. قبله هم نمیشناسن. و شما خودتون میدونید دیگه، لازم نیست. بی اخلاق ترین ملت ما شده، در حالی که حکومت ما به قول خودش اسلامی ترین حکومت هستش. و شما برای اینکه اینو بهتون ثابت کنم که اینها چه فسادی رو آوردن، یادتون میاد یه وقتی در مشهد قتل‌های زنجیره‌ای شد. مشهد یک شهر مقدسشون هست یا نیست؟ یک آقای می اومد، نمیدونم حالا چه مرضی داشت، زنای روسپی رو میگرفت میکشت، 16 تا رو کشت. آخر دولت از خواب بیدار شد، آبروش در دنیا میرفت. در یک شب 500 تا زن خیابانی رو جمع کرد. یعنی زن فاحشه از خیابونای شهر مشهد جمع کرد. 500 تا. اگه 500 تا رو جمع کرد یعنی 5000 تا رو جمع نکرده. همه رو که نتونست جمع کنه.
وقتی یک شهر مقدس این حالش باشه در زمان حکومت اسلامی، پس شما باید این رو قبول کنید که حکومتایی که به نام اسلام هستن، یه روزم یک چیز، حالا شما اگه به یک نفر که نمیدونه بگیم چرا میگی حجابم رعایت میکنه، زنا میگه مجازات میکنه، اما میبینیم علنا اینجوری. این همین قصه زمان صفوی‌ها ظاهرا اگه شما بعضی اخباراشون رو بخونید میگه که میبینی که شاید حکومت اسلامی بوده، اما وقتی که دقیق میشه میبینی که از فاسدترین حکومت‌ها بوده، اولین حکومت‌هایی بوده که در اون قرون فاحشه‌خانه‌های رسمی درست کرده بودن. شما اگر بالاخره یک جهانگرد وقتی یک شهر میره چیزای جالب اونجا رو میگه، جهانگردای غربی حالا اگر بیان توی یک شهر اسلامی که مثلا 4 تا فاحشه باشه هیچ نمی‌نویسن، چون شهر کشور خودشون رو از فاحشه‌ها پره، اما اون وقت اروپا فاحشه نداشته و اونا که میومدن اینجا چیزی که براشون جالب بود به چشمشون میومد تعداد فاحشه‌های شهرهای صفوی زده بود. ببینید هالشتاین سفیر فرانسه به نوشته سفرنامه‌های شاردن به اصطلاح در جلد 7 می‌نویسه که هالشتاین سفیر فرانسه که وقتی به دربار صفوی اومد در 500 متری قزوین، اینم به شما نگفتم که شاه طهماسب پایتخت خودش آورد به قزوین، عوض اینکه از تبریز دفاع کنه اومد عقب و منطقه رو می‌سوزوند که اونا جلو نیان، یعنی تبریز مونده بود برای عثمانی‌ها. خب شانس خدا اینا آوردن که با عثمانی‌ها مشغول شدن و تبریز ول کردن و به همون جایی که تا حالا دارن راضی شدن. به هر حال 500 متری شهر وقتی که سفیر فرانسه می اومد 15 تا زن رقص کنان و آواز خوانان با لباس‌های رنگی رفتند و این رو استقبال آوردن پیش شاه. اولیاریوس می نویسه، یکی دیگه از سفرنامه نویسا می نویسه که در ایران اومده بود جهانگردا که در مهمانی‌های شاه صفوی فواحش بودن و در اختیار مهمان‌ها قرارش میدادن، یعنی شاه در اختیار مهمان‌های خارجی همین زن‌های فاحشه رو قرار میداد به عنوان به اصطلاح اکرام مهمان. شما این خبر باید شما رو بیاد خبری بندازه که تازگی در ویکیلیکس منتشر شده بود که بعضی از مقامات عراقی، شیعه عراقی گفتن وقتی ما به ایران سفر میکنیم مقامات دولت ایران به ما زنها رو به عنوان صیغه پیش میکنن که با اینها شما بهشون هدیه میدن که این زن میتونه صیغه کنه، صیغه که در مذهبشون حلاله دیگه، هم مذهب هم خدا هم قربان. این در ویکیلیکس اومده بود که بعضی از این مقامات عراقی برای اینکه اونا رو جذب کنه، چون حالا در عراق منافعی داره، زنها رو در اختیارشون قرار میده به نام صیغه. این همین در زمان صفویان بوده. دن گارسیا می نویسه که به سربازان در جنگ هم فاحشه رو میبردن تا به خدمات ارائه میدادن. میخوام بگم سقوط اخلاق، فقط در مورد زنا دارم میگم. در جنگ هایی که اینا داشتن خاناخا مجبور بودن گاهی برن جلوی عثمانی‌ها یا جلوی ازبک‌ها، برای اینکه سربازا برن با اینا زنها رو میبردن، زنهای فاحشه رو که به طور دست جمعی از اینا استفاده کنن. ولیکن به هر حال ملت ایران که شیعه هم شده بود بالاخره فطرتش بود تعصب نشون میداد، لذا اینا مجبور شدن که برای فاحشه ها شهرک های درست کنن، نامش خرابات گذاشتن و نامش قهوه خانه گذاشتن و اسمای دیگه ای که در طول تاریخ براش گذاشتن و برای اینکه اینها با زنای نجیب قاطی نشن. اما اینا که شب میشد مثل کلاغای سیاه بیرون می اومدن و مشتری خودش رو در شهر در مناطق مختلف به اصطلاح در خود شهر میگشتن و به اصطلاح امروز کابارا بود و رقص و آواز بود و فساد بالاخره مطلق در شهرهای صفوی زده مثل قزوین و تنها شهری که نتبه و اصفهان و دیگه شهرها، تنها شهری که قزلباش‌ها این کارا رو نمی‌کردن یک شهر مذهبی هم داشتن، قم و مشهد نبود، شهر مذهبیشون اردبیل بود. در اردبیل اینا که اون صوفی کاملشون اونجا دفن بود، یعنی شاه اسماعیل، در اونجا دیگه ممنوع بود، فاحشه حق نداشت که در اونجا بره. دیگه در بقیه شهرها حلال بود. شاردون می نویسه که شهر نوع اینها به اصطلاح اون امروزی 3 تا کوچه و 7 تا کاروانسرای بزرگ داره. زنان روسپی رو برهنه می نامیدن و یا محله رو به نام محله بی‌نقابان می گفتن. و جالب اینه که جالب هم نیست البته که اینها در دوره صفوی فاحشه‌ها رسما ثبت می شدن، دولت در زمان شاه عباس خصوصا اینا رو تقسیم کرده بودن به فاحشه 10 تومانی، 12 تومانی، 5 تومانی به حساب قشنگی و به اصطلاح جوانیشون، کمترینشون 1 تومانی بود و بعد اینا مالیات میدادن به دولت. اسم داشتن، گروه بندی دسته‌بندی شده بودن و اساس درآمدایی که داشتن به حساب درجه‌ای که داشتن، یعنی مثلا 1 تومان اگه قیمتشون بود و به اون اندازه ازش مالیات میگرفتن، 12 تومانی رو همونقدر مالیات میگرفتن. باور کردنی نیست ولکن همچنین چیزی بود. و بعد جالبه که از این مالیات ها
پولی را هم میدادن برای حوزه های علمیه اون وقت، که چون که حوزه علمیه هم زیر سرپرستی شاهان صفوی بود و تا این علم جدید رو بسازن و به ما و شما برسونن. این در زمان شاه اسماعیل این پیشرفته تر شد و در کتاب طب دوره صفوی اومده که، البته اینم به شما بگم که مثل که امروز دیگه به شما نگفتم در مشهد در یک شب 500 تا زن فاحشه رو جمع کرد. خب اینا چرا بیشتر جمع نکردید؟ چرا وقتی اون آدم اومد قتلای زنجیره‌ای کرد 16 تا فاحشه رو کشت شما یادتون اومد که جمع کنید؟ خب این همون دوره هم بود. گاهی هم میشد در کتاب طب دوره صفوی اومده که زنی رو به نام به خاطر روابط با یک انگلیسی، یعنی به یک انگلیسی که در اون شهر بوده، این زنا انجام داده و پول گرفته، به خاطر اون گرفتن و زدن، سوار خر کردن، سرچپه به اصطلاح وارونه، و درگونی کردند و این رو زدند. و منظورم این است که این طور مسئله در بین اینها، حتی یک فاحشه بود که مشهور بودن از فاحشه، مثل که علما پیش اینا مشهورن، یک فاحشه بود به نام ملا فاطمه که در دوره اینها که خیلی مشهورم بوده، 20000 بیت شعرم بلد بوده و شعرهای حافظ رو میخونده و احترام خاصی هم داشته. شما کتابا رو بخونید تعجب میکنید. اونا تعجب میکنن چرا نامش هم گذاشته بودن ملا و بعد استغفرالله نام فاطمه رو سرش گذاشته بودن، که انسان میفهمه که کاسه زیر نم کاسه بوده و اینها اونقدر معتقد نبودن. چرا من یادم میاد وقتی که آقاسی یک خواننده بود در جوانی ما که خوزستانی بود، این یک دفعه این یک شعری داشت، یک ترانه‌ای داشت که مشهور شده به نام آمنه. باز یکی بهش گفته بود که این آمنه که نام مادر حضرت پیغمبر، این گناه داره. بعد از اون گفت من دیگه نمیخونم. یک انسان که معتقد باشه، از این معلوم میشه که اون صوفیا و اون به اصطلاح کسایی که این صفویت به وجود آوردن حداقل باید نام این زن رو عوض میکردن، نام ملا فاطمه دیگه چرا سرش گذاشته بودن که تو تاریخ هم مشهور شده. این بعد ایران سقوط اخلاقی کرد و این سقوط اخلاقی تا امروز ادامه داره متاسفانه. در دوره نادرشاه که اون هم به نام صفوی‌ها بلند شد دیگه، نادرشاه شروع کارش به نام صفوی‌ها بود، نادرقلی اسمش بود. همین نادرقلی وقتی که در شمال ایران، در کشور ایران، در خاک ما، چون که آذربایجان، جمهوری آذربایجان جزئی از خاک ما بود اون وقت، اتفاقا به اردبیل هم نزدیک بود، وقتی که با لیزگی‌های قومی هستن که در اونجا زندگی میکنن، هنوز هم هستن، اینها در مقابل صفوی‌ها جنگیدن با وقتی نادرشاه به اصطلاح پادشاه صفوی بود دیگه به حساب یک معنی، حالا نسبت به اونها کمی سکولار بود ولیکن بود، تسلیم نشدن چون که منطقهشون کوهستانی بود. نادرشاه نتونست اونها رو شکست بده، هر چقدر که کوشش کرد نتونست اونها رو شکست بده. چیکار کرد؟ اومد و زناشون رو اسیر کرد. 1500 زن رو از دههای اینا جمع کرد و یک کاری کرد که ننگ تاریخ شد و اون این است که این زنها رو باید به 3 دسته تقسیم کرد، اعلی، متوسط و ادنا، و اینها رو اجبار کرد به فاحشگی و به سربازان خود به فاحشگی داد و پول گرفت ازشون و این پولا رو نادرشاه جمع کرد. منظورم سقوط اخلاقی رو ببین که یک پادشاهی به این بزرگی از زنهای اسیر کشور خودش برای چنین کار غلطی استفاده کرد که پول ازشون دست بیاره. منظور من این است که صفویت فقط مذهب ما رو از ما نگرفت که اخلاق و خیلی چیزهای دیگر از ما گرفت. کمی از بحث شاه طهماسب دور شدیم ولیکن از بحثش هم دور نشدیم. این ارمغان شاه طهماسب بود که تا امروز ما داریم. ما امروز مصیبتی که داریم از همین شاه طهماسب داریم. حوزه علمی قم و مشهد و نمیدونم بقیه شهرها از شاه طهماسب برای ما مونده. محقق کرکی را اگه نمی آورد این حوزه رو درست، بعد به شما میگم این حوزه چطوری درست شده. این حوزه رو از همین بچهای یتیمی که این خبیثا به اصطلاح از پدر مادراشون کشته بودند و بعد اسیر کرده بودن، این محقق کرکی درست کرد که در دفعه بعد برای شما خواهم گفت. وقت من رو به پایانه، تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. الله حافظ و نگهدار شما باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی
تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزا و خیلی چیزای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسم همه جدید آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.